قهرمان ملی افغانستان عامر صاحب شهید کسی بود که افغانستان از حلقوم پاکستان بیرون کرد. کسی بود که افغانستان را به صوبه پنجم خود حساب کرده بود. اما عامر صاحب و دیگر مجاهدین و مقاومتگرا از اقوام مختلف از اکناف افغانستان استاد شدند و تجاوز پاکستان در لباس طالب خلصا ساختن و وطن از حلقوم از ما بیرون شد. شاخ جوانیت را شکستی، در رای دین در نجات مردم. نامت مبارک، نامت مبارک.